بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. پدر خوب هستی؟ بخیر؟ بیدارت کردم؟ بسیار ببخشی پدرم، بسیار ببخشی. این پالک و ترکاری از خودت است؟ این چی است پدر؟ سبزی خلفه استاد. چی است؟ سبزی خلفه. خب این برای چی است بود؟ برای پخته، برای نه آش میشه، این سبزی پخته میشه. پخته میشه مثل پالک برای. خب یعنی اینی رو من نبودم پدر. بسیار دیر است که هست. خب خیلی ما سر نخوردیم امروز. چطور هستی پدر جان؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ کاروبار خوب میگذره؟ بالا میگذره، کاروبار نیست. از خانه بیرون برآمدم برای از اینکه خواستم پدیدم اینجا یک کار شیشته گفتم باش همراه یک مشورت کنم. دلم از یک کاروبار شروع کنم پدر جان. حالا استاد که غیر ترکاری اگر پیسه داری یک چند روپا داری سرمایه برای رومی بیار، رومی خوب سودا داره. خب رومی خوب است. حالا خودت نیاوردی؟ نه کلونا پیسهش ندارم. حالا چقدر سرمایه است این سرمایه خدا؟ این سرمایه ما 600 روپا است. 600؟ پیسه می داشتیم. دیگه چی میتونستی بیاری باز؟ دیگه چی می آوردی؟ یکی پیسه می داشتم ما یک نمی آوردم، رومی می آوردم. حالا در این فصل گرما پدر به نظرت اگر نوشابه با بیاری که تو و انرژی 22 روپا مود است. چند دانه؟ تو گندنش خوب، گندنه خوبش است. خب پدر حالا چی مشوره میتی برام؟ چی میکنم؟ ما گفتم برید جانا دیگه چی مشوره؟ حالا خودت در این شایسته چطور جو گذاره میکنی؟ حالا چطور کنی؟ لالا نیست. ما بچه کلان ما در خانه مریض است. اگر مریض نباشه چطور باشه؟ چطور در پدر؟ حالا سر دیوال دالای کندفتیده بود، یعنی پایای شرکت نمیکنه. حالا دیگه خوب شده پاش که نمیتو دراز بود که میبریدی نمیفهمید. این حال نه سر ایس آمده میفهمد دیگه باش که چی وقت سری پای میشه. خداوند شفا بده پدرم. حالا خرج خانه و روزگار سر خودت هست خیلی؟ دیگه چاره چیز با چند میمونه پدر ازی در کاری؟ بازی روز یک کنیم ست میمونه. بازی روز 100 روپا 80 روپا تاوان میکنیم. نما یک روز گم کردن است والله. حالا اینو میتودم چور به فکر صاحب اولی ما را جواب داده. ما بخیدم چور دیم مزو غرب اولینم کرایی است حالا. کرایش حتما مونده بالای تا؟ نه کرایش خود تا بالی را نمونده. ولی جواب داده اون را فروختن که ولی خانه پیدا کردن قیامت است. کجا بریم؟ بیا خدا بزرگ است که پدرم خدا بزرگ است. حالا من اینجا ترکاری بیارم سودا کنم میشه پدر یا ای که نوشابه و آب و این چیزا به خاطر هوا گرم است اونم خوب میخرن؟ اون را میخره اون را 100% میخره. یک کراچیگه که 4 تایره باشه نه کی طرف رو برای آدم سودا کنه خوب میخرن. دیگردانی جان خودت کاش کمت یک کار شروع میکردی پدر؟ نداریم پیسه ما خونه خدید گفتم نه پیسه نبود خالد خدا مهربان بوده دیگه کار نمیکنیم. یک 15-20 سال ترینی برای خود می‌آورد. خب باز میتونی پدر چی را سودا کرده ای؟ انرژی و آبی چیزا پیسهش باشه؟ پیسهش باشه خدا مهربان است. انرژی یا رومی یا چیز میاریم چرا نمیشه؟ میشه. خب یعنی من که دیدم خودت در آفتاب گرم هم هستی اینمی نشانی عزیز که خودت کار میکنی. جان ها پدر امکاناتش باشه کار میکنی. ما هم بیکار بودم بسیار خسته دیگه پدر از خودت یک مشوره گرفتم. هزار دفعه الله این حال من برم کار بخیر شروع کنم. خودت میباشی میگه همه روزه هستی؟ هستم روزی که جای بند نباشم میایم روزه میایم. اگر که بند بودم در خیر و شر قومی بند بودم حتما دیگه آماده نمیشه. خوب خیر باز من میایم اول تا میگیرم پدر. صحیح؟ جای تا میجا
ما برم ببینیم چی کار کرده میتونم که یک کار شروع کنم یا نه. باز میایم برای خود یک نشان میتونم ببینم چی تو میتونم. صحیح؟ هزار دفعه. فعلا خیلی پدرم خداحافظ پدر، در کارت برکت. خداحافظ پدر. زنی 4 کلان گرفتیم. کاکای عزیزم که امروز صحبت کردیم نهایت مستحق گفتیم. یک فرزندش قسمی که برای ما گفت 4 سال میشه که در بستر بیماری است و خودش فقط به 2 بسته ترکاری اکتفا کرده و از اونمو روزگارش پیش میبره. از اون خاطر ما مبلغ 25500 افغانی را برش کراچی و سودا خریداری کردیم. این جباب، کیک، هر چیز و میخوایم غافلگیری کنیم که بریم انشالله که باشه. بگاهش چیندیم فقط یک تعداد کمش مانده. آب و چی داشت یارم بچینیم باز بریم بخیر که کاکور امروز صحبت کنیم. اینه بخیر رسیدیم این طرف کاکا. خدا کنه باشه نرفته بود. پدر سلام علیکم. حال چی بگی که حالی باز آمد؟ خوب هستی؟ صحت خوب است؟ زنده باشی پدرم، بخیر باشی. آن پدر میگن که مردای قدیم کتابی از تجربه است. ما آمدیم از خود یک مشورت گرفتم، یک مشوره کردم. مشوره خودت خوب بود. من رفتم بخیر پدر کار شروع کردم. الهی آمین. زنده باشی پدر جان بخیر. این پدر مینی کراچیگه که جور کردیم برای چطورست؟ صحیح است پدر. میتونم پیش ببرم. خدا مهربان. رزق از طرف پروردگار عالم است. بیشک تلاش بندگی در کار است. بله. نمازی تک قضا نکنی، خوب مال مردم نخوری. خدا خودش میدانم کارش. خدا همه راه کنیم. بله. بیا پدر خیلی بزحمت بیشه میکرد. چی میگه از نزدیک خوبی بی؟ یک تبریک خوب برام بده. من خوب به مشوره خودت کار کردم. قربانت شم 1000 دفعه چرا نمی‌بری؟ بیا پدر ببخشید که بزحمت ساختم. اینه پدرم اینی کراچی را رفتم گرفتم. خب اینه دیگه نام خدا بسیار سودا شد و بسیار وزبین شد. دیگه تا اینجا مانده شدم، زله شدم. من گفتم اگه روزانه من این طرف و طرف کتازی برم خب یکی زله میکنه مرا. خودت خوب از آنه یک جا داری نه؟ والا چی کنیم ما را نمیمونه. فقط اینم 4 بجه میگه در سرک برای دیگه اینجا بشینیم. خدا بخیر. خب بیا خدا بزرگه. اینه پدرم سنیج کلان هم گرفتیم، جنسینگ هم گرفتیم، ویکتور هم گرفتیم، مانه نرجیبا به هر نوع و اقسامش گرفتیم. از هر کدام 2 دانه پدر. فهمیدی؟ آنه بسکیت گرفتیم 5 فروش 10 فروش، کیک هم گرفتیم 5 فروش 10 فروش، چسپک 10 فروش 20 فروش گرفتیم. اینه جوسای 10 فروش گرفتیم پدر. آب مدنی دیگه اینمی هر چیزی که میبینی آن جوسای هم کلش چطور دیگه سایش همون که سودا این 25500 روپا شد پدر. این حالا خودت بگو برام که شیرینی کراچی ما چی میخوایی برات بتونم خیر است سردم کنیست یک چیز بگو. شیرینی دیگه خودت میدونی. خانه خودت چی میشه دلت اینا بیا اینجا از این یک چیز خوش کو یک چیز خوش کو. من چی بگم استاد خودت میفهمم. ما بدل خودم برای چی میگم تو.
از کدام این سال نوش جان کردی پدر که ها؟ مزه داده باشه برات از اون برای دوتا؟ مالا اگه واقعیت پرسان کنیم پیسیش نیست با خدا اگه از یکیش خورده باشه نه حال برات قسم سر ما حق نداریم یعنی ادمی ها هیچ کدام چطور نشونن شیدی پدر؟ نه ما نخوردیم چقدر وقت میشه؟ ها؟ چقدر وقت میشه که نخودی نزدیک؟ من وقتی بینمی جدرم از روزی که اون بچه ما گرفتاری همین مریضی شده دیگه ما چیز ندیدیم خبری 4 سال شد گفتی نه پدر؟ 4 سال فیکس 4 ساله نمیالیم در خانه است این گفتی پدر جان شکر خدا که پایکاش کار میکنه. ها دیگه کم نو سری حرکت آمده شکر هزار بار شکر خدا بزرگ است خدا بزرگ است. خب پدر عزیز این حال ایره بگو که من از کجا شروع کنم میره؟ خب اینم اینجا دیگه دیگردم که اون قیمتاش برای معلوم است خدا خب اون از روز بجک برای معلوم است پدر این حال خیلی پیشنهاد برد میتون پدر جان قبول میکنی؟ که ما سرین برامد چی رو میکنی؟ اما مشوریش هم خود دادی برام یک پیشنهاد میکنم برای تی که بیا همروی ما کار کن همروی ما کار کن سر صبح باش ما ما را اگر خلاص دانستیم سر صبح بچیشیم چرا واره امو قدارید ما؟ یک دونم قدری دیگام است خب باز که ما کار میکنی شراکت؟ باز ما تو پیسه ندارم ما چی رقم کار کنیم؟ خب از پیسه که یک چیز با ارزش دیگه داری اون تجربه است عمری که سپری کردی اونمو خودش بالاترین ارزش است از پول کده خیر این سودایش ما خریدیم پولش از ما تجربهش از خودت صحیح است پدر خودت برای ما چی که باز بفور امیاره صحیح است ما دیگه کارا کنیم بیا حوصله هستم پدر تو خود شکر الوز بچه هستی حوصله باید ما به حوصله باشیم که حالی سفید هستیم به نام خدا عالیم نام خدا بقوت است عالیم بقوت هستی خب پدر این یک پیشنهاد دیگر هم برات میتونم خیلی همراه ما کار میکنی یا ای که تبدیل کنیم به کارهای خودم نه دیگه او را خودت میفهمی دیگه ما او ترکاری خودت هم بگیرم اونجا بشینم بفروشم خودت همی کراچی مرا بگیر او بیخی از ما باشه ای بیخی از خودت باشه او را قم خود نمیشه چرا؟ ای از ما 300 روپاره مال نیست دیر ما میخیره و این حال ما او را باز از آدم باید از کم شروع کنه که زیاد شوه نه؟ خودتان از زیاد وقت میشه که کارتان هموز تجربه داری زیاد تجربه کسب کردی این حال ما ایره یک دم از پیش ما این پیسه گم نشه پدر تشویش ازیره دارم این پیسه هم پدرم بیا این دیسای ایسا چه پدر جان که هفته اذیتت نکنه این پیسه هم خواهر عزیزم خداوند خیر و برکت و سعادت نصیبش کنه آمین زنده باشی وسیمه از استرالیا برام 25500 روان کرده بود پدر جان بیکار بودم گفت برای خود یک کار شروع کن ما باز آمدم از خودت مشوره گرفتم گفتم چی کار شروع کنم گفتی که نه برو یک جوس و کراچی این چیزا برای خود بی کارت شروع کن این دیگه ما با مشوره خودت کار شروع کردیم این حال باز میترسم پدر که این پس پیشم گم نشه این پیسه دیگه توکل به خدا گم نمیشه گم چی باشه حالا خواهرم میقم مهربانی کرده خداوند خیرش بده درک ما امانتش خیانت نشه خدا مهربان است خدا بیشه نمیشه امید خدا نمیشه بیشه خیلی بیا پدر همین به خاطر که این پیسه گم نشه همین چیزی مرا قبول کن درخواست مرا قبول کن چی رقم کارت برای ما بده که ما از امو کم شروع کنم آیسته آیسته بیایی تو را امو از تو قربان همت چون قربان همت چون مردای بزرگ اینمو تو با همت هستن سخاوتمند هستن خو اینو بازی را بگی از پیشم خیلی میرم ما چی رقم بگیرم آقای نمی رقم دیگه من میرم اونجا میشینم اون را سودا میکنم خودت را بگی من خود صحیح نچیندیمش پدر خب نچین نمیفهم که تو رقم بچینم من نچیندیمش انا کل انرژی هست اینو تو کات کارتنش چینده
یک تعدادش در داخل چی هست یعنی صندوق کراچی جای نشد از او داخل است دیگه. خودت بازی را چی سودا کن، خودت تجربه داری میفهمی دیگه چه رقم میچینی. خب دیگه میشه توسل به خدا استاد. خب ما این چی رقم بفروشیم استاد. چی رقمی برای بفروشیم که نتایجی معلوم است نیست. ما بلچه برات میتونم پدر دارم. صحیح است. قبول است. قبول است. خب این رو از پیش ما قبول میکنی؟ دیگه مجبور قبول کنیم. خیلی کار تا برای من میتونی چیران غیر از این کار است. قربانت جام. غیر از این چی مولا داره خودت پیش ما معتبر است. سلامت باشی. مسلمان هستی، بیادر ما هستی، کلمه محمد ملکی میخوانیم. کسی که در مسلمان عقیده نداشته باشه اون مسلمان زنده باشی پدر، زنده باشی. امروز صحبت کردم بسیار خوش شدم پدر جان، بسیار خوش شدم. قسمی که گفتم برات خواهر عزیز ما وسیمه از استرالیا برای ما یک مبلغ پول روان کرده بود که مبلغ 25500 افغانی شنیمی کراچی شد. امروز سودا پدر جان که هر نوع انرژی بخوایی است. یک نفر که میگه اینی چیزا برای ما بده دیگه نه نگویی نه نباشه در دانت پدر. اون ترموزک هم برات گرفتیم که داخل شیخ پرتی یا پرتی سرد شود. این از طرف خواهر عزیز ما برای خودت تقدیم است. قربانت شم، خدا نگیره استاد. او کارکت هم از خودت باشه. اگر میبینی که میتونی در پلوی ازی او رو هم سودا کنی در اینجا با فروش برسونی او کارت هم کو. اگر میبینی که نه از او کده این پیداگریش خوب است که انشالله هست. انشالله خواهد. استادمون که پرسان کردی که ما برای گفتم یک روز یک 70-80 روپا میمونه، یک روز 70-80 روپا تاوان میکنه. حالی چاره نیست دیگه. در خانه کسان این پروردگار آدم پروردگار به نیت ها میبینه. خدا آدم که یک نیت بکنه خداوند میرسونه. حتما خودت در دلت همت یک نیت داشت نه که یک کراچی باشه، یک کاروبار زیاد باشه، تجارت زیاد باشه که یک چند روپا زیاد به دست ما بیاد. یا خدا مهربان. از همون خاطر پدر عزیزم ای از طرف خواهر ما وسیمه برای خودت است. قربانت شم استاد. یک جهان ممنونی. زنده باشی بخیر باشی. ایره رسول الله الهی نماز خواندیم روی دقیقه است. خدا تو این قدیته که در جمع کردنش نرسید. الهی آمین. سلامت باشی پدر. زنده باشی جان جور. از به خاطر فوت پدر بزرگوارشان خداوند جنت الفردوس نصیبشان کنه. خداوند سلامت باشی، مغفرتشان داشته باشه. مرحوم زیا هراسان پدر خواهر ما وسیمه جان است. به خاطر فوت پدرشان این صدقه را مد نظر گرفتن. یعنی کراچی را ما بر خود جور کردیم برای ازی که از طریق همی کراچی دیگه بخیر بیگهی دست پر بدی خانه. قربانت شم. پیسه تداوی بچه که هم باشه. یک جهان زنده باشی. در حق کاکای بزرگوار ما هراسان سیبی مرحوم دعا کنین، در حق خواهر ما دعا کنین. خداوند خیر و برکت و سعادت نصیبشان کنه. خداوند کاکای ما جنت الفردوس نصیبشان کنه و همیشه در یاد ما شما و همیشه با این کارشان خود بود که در حقشان دعا کنید. و خیر باشی پدر جان. اینه دیگه هیچ چیز کم نداره ان شاء الله. نه استاد کم بود یک چیز نداره. هیچ چیز. خیر اینه برای ما اجازه است. اجازه است. ما دیگه میخوایم بیارم میبری. چی را؟ اونوارا. نه پدر. نه او را اگه میخوای پدر یک کار او را ببر خانه، در خانه امروز فامیل نوش جان کنی. اگر تو بگی سودا نشد که اگر سودا شد خوب اگر نشد بگی ببر خانه امروز فامیل از طرف ما نوش جان کنی. مادر جان بگو یک آش جور کنه آش. صحیح؟ مادر ما فوت کرد. الله خداوند ببخشید. خداوند ببخشید. نداریم یک سیاسری موی سفید داریم. برای ما مادر میشه کنی. و یک چیز دیگه یادم نره پدر که اوجا پیشتر کراچی را جور میکردیم. یک دخترک آمد ازم در و پره یک دونه جوسی در پایی خرید. ما وقت اسلاف شکردیم این ایرم از خودت. خیر است. نه این خو از کراچی خودت است دیگه، مال خودت است که همیشه پدر ما سودا کردیم فقط برات. رفتم پدر عزیزم
برو خدا قربانت شم. خدا نگهدارت باشه، در کار و بارت برکت، کار نود مبارک انشالله که یک جهان ممنونید. خدا تو را با روی پیغمبر، با الهی روی زهرا فرزند الهی پیغمبری قدی الهی که تو جمع نکنی. زنده به باش. عمرت برکت. خدا تو را 100 خداوند سال دیگر خواهر ما را هم خیر و برکت قربانت نصیب شم. کنه، آمین. پدرشان هم مغفرت کنه. قربانت شم. زنده باش پدر. رفتم الله نگهدار پدر جان. خداحافظ، مبارک باشه. من کمک نشم امروز. قربانت شم. بخیر باش پدر.